تا حالا شده فقط بخوای یکم فکر کنی ولی یهو ببینی چند ساعت گذشته و هنوز تهش به هیچ نتیجه‌ای نرسیدی؟ فقط نشستی، چشمات خشک شده، ذهن داغ کرده، قلبت تون میزنه ولی بدنت تکون نخورده. نه کاری پیش رفته، نه مشکلی حل شده. فقط غرق شدی توی یه حلقه لعنتی از سوال، فرضیه، اگه ها، شایدها، اماها و ترسا. انگار توی ذهنت یه سناریو در حال پخشه که نمیتونی قطعش کنی. تو خسته ای، نه از کار، نه از آدما، نه از خودت. از صدایی که هیچ وقت ساکت نمیشه، صدایی که دائم مرور میکنه، تحلیل میکنه، پیش بینی میکنه، هشدار میده. یه صدای آشنا ولی بی‌رحم که میگه مطمئن باش، بیشتر فکر کن، یه جای کار میلنگه، هنوز نباید تصمیم بگیری. و تو با اینکه میدونی داری فلج میشی، باز ادامه میدی. چون حس میکنی اگه فکر نکنی اشتباه میکنی. چون فکر کردن شده وسواس، نه برای حل، فقط برای زنده موندن. تو 1000 بار یه تصمیم ساده رو زیر و رو میکنی. حتی یه پیام، یه کلمه، یه نگاه ساده میتونه ساعتها ذهنتو اشغال کنه. میخوای مطمئن شی، میخوای هیچ چیزی از کنترلت خارج نباشه، ولی تهش چی؟ یه ذهن آشوب زده، یه روح خسته، یه بدن بی انرژی. چون ذهنی که بی وقفه کار کنه یه جایی میسوزه و تو داری میسوزی، ولی چون دردش شبیه دردای دیگه نیست، نفهمیدی از کجا ضربه خوردی. این فکر کردن زیاد ظاهرش منطقیه. انگار داری خودتو آماده میکنی، مسئولانه عمل میکنی، تصمیمای درست میگیری، ولی در واقع داری از تصمیم گیری فرار میکنی. داری درگیر جزئیاتی میشی که فقط وقت میکشه، انرژی میخوره و اعتماد به نفست رو ذره ذره نابود میکنه. تو نه پیش میری نه میمونی، فقط درجا میزنی وسط طوفانی که ساخته ذهن خودته. ذهنت شده یه زندونی که نه دیوار داره نه در، فقط یه اتاق تاریکه که هر گوشش پر از جمله های نصفه، فکرای نیمه کاره، سناریوهای بی پایان. تویی که یه عمر فکر کردی، با فکر کردن بیشتر میتونی از اشتباه دور شی، الان توی همین وسواس غرق شدی. روزا با فکر شروع میشن، شبا با فکر تموم میشن. حتی وقتی خوابی باز ذهنت بیداره. حتی وقتی لبخند میزنی یه گفتگوی بی صدا توی سرت ادامه داره. یه کار کوچیک میتونه تبدیل شه به پروژه‌ای که 10 بار بالا پایینش میکنی، چون نکنه اشتباه باشه. یه حرف ساده از یه نفر میتونه ساعتها ذهنتو بگیره، چون هی مرورش میکنی. چرا اینجوری گفت؟ منظورش چی بود؟ نکنه ناراحت شد؟ من اشتباه کردم؟ باید چی میگفتم؟ و این فقط یه نمونه است. تو به خاطر همین فکر کردنای اضافی گاهی یه کار ساده رو انقدر کش میدی که تهش اصلا انجامش نمیدی. چون از بس سبک و سنگین کردی، تموم انرژی تو از دست دادی. گذشته جاییه که دائم بهش برمیگردی. اتفاقاتی که تموم شدن ولی هنوز تو ذهنت زندن. بارها مرورشون کردی با امید اینکه یک کاش از دلشون در بیاری. یه پایان بهتر، یه جواب بهتر، اما فقط بیشتر غرق شدی. آینده هم شده یه غول نامرئی، پر از اضطراب، پر از سناریوهایی که حتی یکیش هم اتفاق نیفتاده، ولی تو همشو تو ذهنت بازی کردی. 100 بار، 1000 بار. گاهی به خودت میای، نگاه میکنی به ساعت، میبینی هیچی از روزت نمونده. فقط فکر کردی. فقط فکر، بدون عمل، بدون حرکت، بدون حتی یک قدم جلو رفتن. این همون فلج ذهنیه. وضعیتی که همه چیز ظاهراً تحت کنترله، ولی در واقع تویی که گیر کردی. چون هیچ چیز جلو نمیره، فقط میچرخه دور خودش، دور تو و دور ترسات. بدتر از همه اینه که هیچ کس نمیفهمه، چون از بیرون تو عاقلی، عمیقی، دقیق، تحلیلگر، ولی کسی نمیدونه پشت این ظاهر خونسرد یه ذهن دیوونه هست. یه ذهن شلوغ، خسته، خفه. و تو نمیدونی چطوری باید این چرخه رو بشکنی. فقط میدونی که اینطوری نمیتونی ادامه بدی. ذهن تو مقصر نیست، حداقل نه کامل. اگر فکر میکنی، زیادی فکر میکنی، چون یه چیزی تو وجودت خرابه، اشتباه میکنی. واقعیت اینه که مغزت فقط داره کاری رو انجام میده که میلیون ها سال براش برنامه ریزی شده. مغز تو برای بقا ساخته شده، نه برای خوشبختی. و این یعنی تمام این فکر کردنهای بی پایان در اصل یه جور دفاع غریزیه. یه مکانیزم طبیعی که الان تو دنیای امروز داره برات دردسر درست میکنه. یه سفر کوتاه بریم عقب، خیلی عقب.
به دوران انسان اولیه. اون موقع کسی دنبال آرامش روانی یا معنای زندگی نبود. انسان فقط باید زنده میموند و برای زنده موندن فقط یه ابزار داشت: فکر کردن به شکارچی، به قبیله دشمن، به مسیر فرار. مغز یاد گرفت مدام سناریو بسازه، مدام تحلیل کنه، مدام خطرها رو پیش بینی کنه، چون هر اشتباهی میتونست مرگ باشه. حالا سریع بزن جلو، برگرد به امروز. دنیا عوض شده، دیگه دایناسور دنبالت نیست، قبیله دشمن کمین نکرده، ولی مغزت هنوز همون مغزه. هنوز فکر میکنه باید آماده باشی، هنوز دنبال تهدیده. برای همین از یه پیام ساده، یه سوال ساده، یه تصمیم معمولی، یه بحران خیالی میسازه و تو غرق میشی توی چیزی که حتی واقعی نیست. فقط چون مغزت میخواد مطمئن شه زنده میمونی. مشکل اینجاست که مغز فرق بین خطر واقعی و خیالی رو نمیفهمه. فقط شدت واکنشت براش مهمه. یعنی اگه تو با دیدن یه پیام واتساپ همون واکنشی رو نشون بدی که یه انسان اولیه موقع شنیدن صدای ببر نشون میداد، مغزت فکر میکنه یه تهدید واقعی در جریانه. پس بیشتر فعال میشه، بیشتر فکر میکنه و بیشتر ذهنتو آتیش میزنه. تو داری توی حالت اضطراری دائمی زندگی میکنی، حالت آماده باش ذهنی، ولی نه برای زنده موندن، برای همه چی، برای رابطه، کار، لباس، برخورد دیگران، حتی نگاه یه غریبه تو خیابون. این حجم از فعالیت ذهن برای انسان مدرن مثل تو سمه، چون دیگه تهدیدی وجود نداره، ولی بدن و روانت هنوز فکر میکنن دارن توی جنگ زندگی میکنن. الان دیگه میدونی که مغزت برای بقا طراحی شده. ولی فقط این نیست، یه سری چیزای دیگه هم هست که باعث میشن این ذهن پرکار از کنترل خارج بشه. چیزایی که تو ناخودآگاهت ریشه زدن و بدون اینکه بفهمی هر روز ذهنتو هول میدن سمت فکر کردن بی‌پایان. اولینش کمالگرایی. تو همیشه میخوای بهترین تصمیمو بگیری، نمیخوای اشتباه کنی، نمیخوای پشیمون شی. فکر میکنی اگه یکم بیشتر فکر کنی میتونی همه چیزو درست کنی، میتونی جلوی همه خطاها رو بگیری. ولی کمالگرایی یه طلسم، یه باطلاقه، چون هیچ چیز کامل نیست، چون هیچ انتخابی بدون ریسک نیست و تو هرچی بیشتر به دنبال تصمیم بی‌نقص باشی بیشتر از عمل فاصله میگیری. چون همیشه یه اما هست، یه نکنه هست، یه بذاری یه بار دیگه مرور کنم، بعدش نوبت قضاوته. تو نگران اینی که دیگران چی فکر میکنن، حتی اگه به زبون نیاری. یه تصمیم ساده مثل یه جواب دادن تو چت، یه لباس پوشیدن، یه پست گذاشتن برات میشه معمای مرگ و زندگی. چون ته دلت یه ترس نشسته. اگه برداشتش بد بود چی؟ اگه مسخرم کردن چی؟ اگه فکر کردن عجیبم چی؟ و همین ترس میفرستتت یه دنیای فکرهای بیپایان، جایی که مدام خودتو سانسور میکنی، مدام خودتو نقد میکنی، مدام دنبال راهی میگردی که همه راضی باشن، ولی تهش خودتو خفه میکنی. و بعد زخم‌ها، گذشته‌هایی که هنوز تموم نشدن، حرفایی که شنیدی، تصمیمایی که گرفتی و پشیمون شدی، شکستایی که هنوز بوی تلخشون توی ذهنت هست، اینا شدن یه فیلتر برای آیندت. ذهنت شرطی شده که همه چی باید 1000 بار بررسی بشه، چون یه بار یه جایی ضربه خوردی و حالا میترسی دوباره همونجا زخمی بشی، حتی اگه تهدیدی وجود نداشته باشه. آخرش هم میرسیم به آینده‌ای که هنوز نیومده، ولی ذهنت 1000 بار بازیش کرده، سناریو ساخته، تحلیل کرده، خیال بافی کرده، تهدید اختراع کرده، چون فکر میکنه با این پیشبینی ها میتونه کنترل رو به دست بگیره، ولی فقط یه کنترل خیالیه، یه توهم. این 4 تا: کمالگرایی، ترس از قضاوت، زخم‌های قدیمی، اضطراب آینده، با هم یه شبکه میسازن. شبکه‌ای که ذهنتو زندونی کرده و تو اگه نخوای هیچ کسی نمیتونه نجاتت بده. تا اینجای کار فهمیدی که زیادی فکر کردن یه اتفاق سطحی نیست، یه ساختار درونیه، یه عادت ذهنیه. اما همونطور که این عادت ساخته شده میتونه هم شکسته بشه، نه با یه کار بزرگ، نه با یه تصمیم انقلابی، با قدم‌های کوچیک و واقعی، با راهکارهایی که میتونی همین امروز امتحانشون کنی. اولین و مهمترینش آگاهی. تو باید هر بار که ذهنت داره میره سمت فکرهای تکراری بفهمی، نه بجنگی نه سرکوبش کنی، فقط ببینی، فقط متوجه بشی، بگی الان دارم زیادی فکر میکنم.
همین دیدن همون لحظه‌ای که کنترل رو پس میگیری، چون تا وقتی توی جریان فکری غرقی هیچ کاری ازت بر نمیاد. ولی وقتی از بیرون نگاهش میکنی تازه میتونی انتخاب کنی که ادامش ندی. دومین راهکار، نوشتن. افکارتو بنویس، هر چی هست، هر قدر آشفته، فقط بریز روی کاغذ. این یه جور تخلیه است. ذهنتو سبک میکنه. فکرایی که تو سرت شناورن وقتی روی کاغذ میان واقعی میشن، محدود میشن. میفهمی که خیلیاشون پوچن، تکرارین یا اصلا به درد نمیخورن. نوشتن یه جور نظم دادن به هرج و مرج ذهنیت. راهکار بعدی، زمان بندی برای فکر کردن. آره، فکر کردن هم باید قانون داشته باشه. بگو من فقط روزی 5 دقیقه به فلان موضوع فکر میکنم، نه بیشتر. وقتی ذهنت خارج از اون زمان شروع به چرخیدن کرد، خودتو برگردون. این تمرینه. شاید سخت باشه ولی ممکنه. ذهن قابل تربیته، فقط باید براش چارچوب بذاری. و بعد عمل، چون بزرگترین دشمن پرفکری عمله. همون کاری که همیشه عقبش انداختی چون میخواستی بیشتر فکر کنی، حالا وقتشه که انجامش بدی. حتی ناقص، حتی با شک، چون عمل همون چیزیه که پرفکری ازت میدزده. هر تصمیمی که تو ذهن مونده و اجرا نشده یه حفره است برای وسواس فکری. پرش کن، حتی با یه قدم کوچیک. و البته حواس پرتی سالم. ذهنی که آزاد باشه سمت فکرای وسواسی میره. پس درگیرش کن، با ورزش، با پیاده روی، با یاد گرفتن یه مهارت، با کاری که بدنتو فعال کنه. اینطوری ذهنت هم کم کم یاد میگیره که همیشه نباید حرف بزنه، گاهی باید فقط همراه باشه. آخرش هم مراقبه، مدیتیشن، تنفس عمیق، نه به عنوان کلیشه، به عنوان تمرین واقعی حضور در لحظه. فقط 5 دقیقه در روز. چشماتو ببند، نفس بکش، بذار سکوت جای افکار رو بگیره. ذهنت به مرور یاد میگیره که قرار نیست همیشه حرف بزنه. گاهی باید فقط ببینه، فقط باشه. الان دیگه همه چی رو میدونی چرا زیادی فکر میکنی. میدونی مغزت چطوری فریبت میده. میدونی چطوری با زخمات، با ترسات، با اضطراب آیندت بازی میکنه. ولی بدون یه چیز، همه اینا فقط دانش بی‌خاصیته، فقط حرفن، فقط یه انباشته اطلاعات دیگه که ذهن پرفکرتو سنگین‌تر میکنن. اون حقیقت تلخه. هیچ فکری، هیچ تحلیلی، هیچ دانشی تا وقتی حرکت نکنی هیچ چی رو عوض نمیکنه. تو نمیتونی با فکر کردن بیشتر از دام فکر زیاد فرار کنی. نمیتونی با برنامه ریزی بی‌نهایت از شک و تردید نجات پیدا کنی. راه رهایی فقط یه چیزه، عمل. اون تصمیمی که مدام بهش فکر میکنی ولی هیچ وقت بر نداشتی. اون کار کوچیکی که 1000 بار مرورش کردی ولی حتی یه بار انجامش ندادی. اون قدمی که میتونه ذهنتو خاموش کنه اما هنوز توی مرحله فکر کنم شروعش کنم گیر کردی. زندگی با تحلیل نمیچرخه، با حرکت ساخته میشه. ذهنی که فقط میپرسه و هیچ وقت جواب نمیده یه زندونه، یه قفس شیشه‌ای با دیوارهای نامرئی. تو فکر میکنی داری پیش میری ولی فقط دور خودت میچرخی و هر بار که چرختو تکرار میکنی یه قدم دیگه از زندگی فاصله میگیری. الان وقتشه تصمیم بگیری، نه یه تصمیم بزرگ، نه یه تصمیم بی‌نقص، فقط یه حرکت کوچیک، یه قدم، حتی نصف قدم، فقط برای اینکه به ذهن خستت ثابت کنی که تویی که کنترل رو داری، نه اون. فقط برای اینکه از این چرخه لعنتی بزنی بیرون. از خودت نپرس فکر کنم آماده‌ام، چون اون سوال خودشه، دامشه. فقط انجام بده همین الان، نه بعد از فکر کردن بیشتر، نه بعد از کامل شدن برنامه، نه بعد از حرف زدن با بقیه. فقط شروع کن، چون ذهن با فکر بیشتر درست نمیشه. ذهن با عمل آروم میشه، با حرکت شفاف میشه و با تصمیم قدرتمند میشه. این لحظه رو دست کم نگیر. این همون جاییه که میتونی بگی کافیه. دیگه نمیخوام فقط فکر کنم، میخوام بسازم، حتی اگه اشتباه کنم، حتی اگه مطمئن نباشم. این یعنی آزادی. این یعنی قدرت واقعی.